تو دین چیه که انقدر آدم باحال و مشتی و باصفا هستی؟ یعنی عاشقتم، عاشق اون دینتم که از تو چنین انسان با عشقی ساخته. تو دین چیه؟ چرا اینقدر به من زور میگی که حتما من باید عقاید تو رو بپذیرم؟ در غیر این صورت از نظر تو من یک کافرم یا دشمن خدام. دین تو دوست ندارم. ذات کمپانی ماشین سازی بد نیست، اما کمپانی ماشین سازی ایرانی کجا؟ کمپانی BMW کجا؟ ذات هر دین بد نیست، این آدم ها هستند که میتونن به دینشون، به سبک و سیاقشون برای کمک به انسان ها معنا بدن، بال و پر بدن. من شخصا یک روح آزاده هستم و در کمال احترام به تمام ادیان، به جای درگیر کردن خودم با مسائلی که با چشم ندیدم، سالهاست خودم رو مطالعه کردم که ببینم خالق به خودم چی داده و چه استفاده ای میتونم ازش بکنم. چون همیشه به این فکر میکردم اگر در عالم بعد از مرگ ازم بپرسن چرا چیزی رو که با چشم ندیدی باور کردی، چه جوابی دارم بدم؟ شما هم اگر دوست دارید دیندار باشید هیچ اشکالی نداره، اما دیندار واقعی کسیه که آدم‌ها از کنارش بودن احساس امنیت و آرامش کنن، نه رعب و وحشت، نه فراری از عقایدشون. در واقع این شما هستید که با احترام به عقاید دیگری احترام به خودتون و به دینتون گذاشتید و باعث میشید که اون آدم اول به دین شما فکر کنه. تحمیل عقاید نتیجه شده اینی که میبینیم: اختلاف نظر، اختلاف سلیقه شدید در کانون خانواده. این یعنی فاجعه. ماتریکس همینو میخواست که با همین ترفند اکثر پیروان دینت رو فراری بده. حالا اون موفق شد یا شما؟ شما میگید دین برای کنترل انسان هاست، یعنی افسار انداختن گردن آدم ها که با برده هیچ فرقی ندارن. من میگم و بارها گفتم این جهان هستی یه خالق با درایت داره که مو رو از ماست میکشه بیرون. شما نگران چی هستی؟ من میگم رفتار و عمل شماست که مردم رو به سمت شما میتونه جذب کنه و میتونه فراری بده. آدم ها احساس دارند و تحت تأثیر انسان‌هایی قرار میگیرن که رفتار نیک، گفتار نیک و پندار نیک دارن. به نظرتون خالق از ما انسان‌ها چی میخواد؟